فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی. واقعا از جانب تماشابینان سوالهای خیلی زیاد آمده می رسد، حتی درباره رنگبانی است. یکی از تماشابینان سوال کردند آیا پوشیدن لباس سرخ برای مردها جایز است؟ و چگونه این را شما شرح می دادید؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، در مسئله پوشیدن لباس سرخ به مردها در حقیقت علما رحمت الله علیهم اختلاف کلام کردند. حتی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه اختلاف آنها را در فتح الباری ذکر کردند و به 8 قول برده رسانیدند. یعنی در 8 قول علما رحمت الله علیهم اختلاف نظر کردند. لیکن قول صحیح و قول راجح این جایز بودن پوشیدن لباس سرخ برای مردها هست، برای آنکه اصلا در لباس ها حل و اباحت است. در اصول فقه و در کتاب های فقه قاعده هست که الاصل فی اللباس و الزینة الاباحة و الحل. اصلا در لباس و در زینت حلال و اباحت است، مگر یک دلیل آمده آن را حرام کند. و در مسئله حرام بودن لباس سرخ برای مردها یگان حدیث صحیح صریح نآمده است. هر حدیثی که آمده است یا صحیح غیر صریح است یا صریح غیر صحیح است. حدیث هایی که از پوشیدن کرته سرخ منع می کند حدیث های ضعیف است. یگانه حدیث صحیحی که دلیل کردن این حدیثی که برای ابن عازب رضی الله عنه روایت می کند و حدیث در صحیح بخاری است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از پوشیدن میاثر الحمر نهی کردند. میاثر الحمر یعنی حریر سرخ، از پوشیدن حریر سرخ منع کردن. حالان که حریر یعنی لباسی که شالک میگویند، این لباس مطلقا به مردهای مسلمان ها حرام است. اگرچه سفید باشدم، اگرچه سیاه باشدم، در این روایت لباس حریر سرخ منع آمده است، نه لباس سرخ مطلق. بنابراین دیگر حدیث هایی که دلیل کردن همه آن حدیث ها اسناداً ضعیف است. بنابراین آنها سزاوار حجت آوردن با آن نمی شود. و حالان که حدیثی که دلالت به حلال بودن پوشیدن کرته سرخ به مردها می کند در صحیح بخاری و مسلم است. صحیح ترین حدیث است. امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کردند که برای ابن عازب رضی الله عنه گفت رأیت النبی صلی الله علیه و سلم و علیه حلة حمراء فما رأیت قط احسن منه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را در لباس سرخ دیدم، یگان کسی و یگان چیزی را ندیدم که از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم زیباتر باشد گفتم. و این حدیث را امام بخاری وقتی که ذکر کردند باب الصلاة فی الثوب الاحمر، باب درباره نماز گذاشتن با لباس سرخ گفتند. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن لباس سرخ در نماز جماعت به مردم امامتی کردند. حالان که الله تعالی میگوید خذوا زینتکم عند کل مسجد، شما زیب و زینت خود را در مسجد بگیرید. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم لباس سرخ پوشیده به نماز آمدند. حافظ ابن حجر در فتح الباری گفتند که و هذا عقب حجة الوداع، و این در
عاقب حجة الوداع بود، یعنی در بعد حجة الوداع بود و این آخری عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی تقریبا 3 ماه پیش از وفاتشان بعد ادای حج به نزد مردم با لباس سرخی بینهایت خوشرو برآمدند که دلالت به جایز بودن پوشیدن لباس سرخ به مردها میکند و این جایز بودن پوشیدن لباس سرخ قول مالکی ها و شافعی ها و گروهی از علمای مذهب حنفی و این چنین از صحابه ها قول حضرت علی رضی الله عنه و قول طلحه و سید تابعین سعید ابن مسیب و ابراهیم نخعی و این چنین قول امیر مؤمنان در حدیث قول امام بخاری هست و از معاصرین قول عبدالعزیز ابن باز است و این چنین استاد بزرگوارمان علامه محمد ابن محمد مختار شنقیطی نیز رحمت الله علیهم این قول را راجح می‌دهند و این قول را صحیح می‌گویند. بنابراین قول صحیح پوشیدن لباس سرخ به مردها اجازت است، هیچ باکی ندارد. والله تعالی اعلم.